یادش به خیر شبای بلند زمستون، اونم نی زمستونایی که پر از برف و بارون بود، زمستونایی که آسمون با زمین قهر نبود، زمستونایی که تو اوج سرما دلاگرم بود. هر وقت مادرمون سفره شامو زودتر پهن میکرد و کد پدرمون رو از کمد بیرون میکشید، میفهمیدیم که قرار یه جایی بریم. از همون سر شب با کلی ذوق و شوق آماده میشدیم برای رفتن به یه شب نشینی. پدرمون میگفت صله ارحام دل آدم رو شاد نگه میداره. اینجوری هم نبود که کسی بگه نمیام. از این ادا اصولا که من نمیام شما خودتون برین، حوصله ندارم، امتحان و آزمون و کنکور دارم، یا جوون دوست داره تو خودش باشه هم نداشتیم. همه با هم میرفتیم. تلفن هم نبود که قبلش هماهنگ کنیم. جالب بود که میزبان و بچه‌هاش هم کلی ذوق میکردن. وقتی میرسیدیم سر کوچهشون، جلوتر از پدر و مادرمون بدو خودمون رو در خونهشون میرسوندیم تا ببینیم هستن یا نه. از لای در حیاط که هیچ وقت هم کامل بسته نبود یا اصلا دری نبود نگاه میکردیم ببینیم کسی هست یا نه. معمولا اگه یه چراغ روشن بود یعنی خونه نیستن و خودشون رفتن یه جای دیگه مهمونی. خیلی تو ذوقمون میخورد و قلب و دلمون حسابی میگرفت. ولی وقتی همه چراغا روشن بود، بگو بخندمون تا آخر شب جور بود.